آیا با هر اتچمنتی میشه درست پلی داد؟ سلام بچه، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو یه چالش داریم. اونم چه چالشی؟ یکی از بچه ها اومدن یه چالش برای ما گذاشتن، گفتن با این اتچمنت هایی که من میدم باید بیاین توی دوئل و با یکی از حالا رفیقاتون، دوستاتون یا جهانی هر چی پیدا میکنین دوئل بزنین. خب ما هم اومدیم و پیدا کردیم و به به بنازم گان. حتی این اسنایپ و 3 روز کاری میکشه تا اسکوپش باز شه. خیلی هم عالی. حالا اگه این داش کانکت شد، کانکت شد. اوکی، بریم ببینیم چیکار میکنیم. امیدوارم که اذیت نشیم. اتچمنتشو اولین بار من دارم استفاده میکنم، تا حالا تست نکردم. امیدوارم که ضایع نشیم. حالا این باز خوبه، گانش خیلی یزیدانه تره. یه اتچمنتی برای گان دادین که اصلا یا اول این نمیشه باهاش این، فقط باید تیپ باید. بله، برادر نایف میکنه. اون نایف رو بخیر. اوکی، بیا نخور. کنارش بود. ای وای، 2 تا وای، 3 تا وای، 4 تا وای قرار. کجایی؟ سلام. باز نخور. خب مثل این که برادر اجازه نمیده پخت و پز کنیم. بیا. آها، ایمو گرفته بودم روشا، تیرو دیر زدم، 1 ثانیه دیر زدم. نه از اینجا میاد اومد با یه صد داشت کال. خب داشت نمازه غزه نایفت منو نایف کنی ها. لگ. بله، اتچمنتش خیلی اتچمنت بدیه، خیلی سنگینه، اصلا نمیشه باش پلی داد. سلام، خداحافظ. خودکشی دیگه چه سمیه. حداقل ترمایش رو نمینداختیم. بالاخره یکی رو زدیم. خب 4-2. بچه اگه از این دست ویدیو، از این سبک ویدیو خوشتون میاد، به سابسکرایب کردن فکر کنید. هزینه‌ای براتون نداره. هر وقت خودتون خواستین میتونین نظرتون رو در موردش عوض کنین. خلاصه حمایت کوچولو، لایک و سابسکرایب و خلاصه بتره کنین دیگه. که اینجا موومنت های خرکی و ریلود. ای داشت بک من چیکار میکنه؟ ای دستم خود به این وای. نمیشه با این بینگو فست اسکوپ. هر چیزی هست غیر از فست اسکوپ سلام نداره. چجوری نخورد؟ بیا خوبه. 5-4. بچه این بازی یه جوریه که تا کیل 10 با اسنایپینگ، تا کیل 10 نه دیگه، تا کیل 10 با اسنایپینگ، تا کیل 20 با گان، کلا 20 تا کیل نصف اسنایپ نصف گان. خلاصه که قراره فشاری بشیم و فشار. بیا که سلام. نه دوباره سلام. بابا چجوری نمیخوره؟ بی خیال. حداقل کنارش میزنن ترمایتش هم دمیج نمیده. ببین نشد، نخورد. بیا یکی دیگه، باز نخورد. بیا همین تیری که تو داری میزنی منم دارم میزنم، ولی قضیه چیه نمیدونم. آها اینه که بده. بیا وای ایمو نگاه. ایمم شده شبیه سکینه دریایی. خدای چه اسنایپری دادیم به من. خیلی یزید بازی در آوردیم. ریکوردم بله. کجاست برادر کجاست؟ آهان ای وای نه دوم خورد. 6-7.
ها هفت اوکی وسط ای بابا یه خیال آها با این اول تیرشو میزنه بعد اسکوپش باز میشه. این دیگه چه سمیه؟ این چه جور اتچمنتیه؟ آها بیا یه بار دیگه بیا ای. یکی دیگه از این ور اومد و سلام خداحافظ. خب بچه خدای درک کنیم سختی چجوری با این قانون مزخرف جلوی لوکاس باید وایسم. باز یه چیزی میدادیم خیلی بهتر بود. خیلی یزیدانه است. اوکی ریجستر نشد پشمام. خیلی پشمام شاته روش ریجستر نشد. دادن وسط دلش. یکی دیگه از اینجا باید بیاد و صدا پامو گرفته اینجاست. آها 10 نو بیا یه دونه میزنم اینو با انیلیتور میزنم. خب خوبه میریم سراغ گان. به گانو نگاه اصلا داش یه اتچمنتی واسه من دادی خدا. نگاه کن الان اینو چیکار کنم؟ نه واقعا الان من اینو چیکار کنم؟ بچه ها شما بگید من اینو چیکار کنم؟ اگه میدونید تو کامنت ها بنویسین. این حتی اتوماتیک هم نیست نیمه اتوماتیکه. اینو باید دونه بزنیم رو دکمه تیر تا تیر بزنه. این چه سمین چه اسکوپی گذاشتی روش آخه؟ آیرون سایت خودش بهتر بود. آهان بابا این دو شات میکنه. بی شانس منو نگاه. بله بیا آهان ای وای ایمو نگاه سکینه دریایی. اینجوری نمیشه. بیا بابا بی خیال. چه اتچمنتی دادیم به من یزیدا؟ یعنی ندید منو؟ آها بالاخره یک کیل زدیم. خدای خیلی اتچمنت سمی توصیه میکنم اصلا استفاده نکنین. اصلا نمیشه ایم گرفت. یعنی تقصیر من نیست نمیشه. واقعا نمیخوام بهانه بیارم ولی نمیشه باش ایم گرفت. سلام پشمام اونور بود زدم مرد. الان میاد نیومد الان میاد اومد. بابا ولم کن. قضیه چیه؟ چرا تیرم داره با دیلی میخوره؟ بخور تیر بخور. منحرف نشد. تیر رو میگم تیر بخور نخورد. برادر اجازه پخت و پز نمیدهد. کجاست؟ چجوریه؟ وسط؟ من بکتم. چجوری همزمان دارید دراپ شات میزنی هم تیر میخوری؟ نه هم تیر میخورم هم دراپ شات میزنی. بچه ها شما هم اگه همچین چالش های یزیدانه‌ای دارید بیاین و کامنت ها بگین. حتما لحاظش میکنم و توی ویدیو انجامش میدم. اینجا هم کنار هم بودیم با رفیقم. گفتم داش بیا گان منو بردار یه ذره فشار بخور. بیا
بیا اومد. گانو برداشت و خداحافظ. پرواز. حاجی اینجا که این گانوی صداش گرفته بود سرش داشت فوش میداد. اون که 15 17. بیا تو میای، تو میتونی بیای. بیا تیر. اوکی. 16 17 و 26 ثانیه. چه سمیه. بیا بابا دارم تیر میزنم. 18 16 و 15 ثانیه. مشتی جلوی کمپ نکن که. تموم شد. یزید. خدای بچه هم لایک و ساب یادتون نره. فعلا بای.